السلام عليكم مثلا عزيزي، ده الصلوات خونه بسلام باش دراية قرآن مدرسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق العظیم. هر یک نفس انسان مرگ رو میچشد. برای ما پیش از آن که مرگ به سرمون روید ما را همونطور که خبر دهد باید که تیار باشیم. چگونه تیار باشیم؟ با عملهای خود، با رفتار خود، با نیکی های خود، با چی میگن معامله خوب، با همه کار و عبادت که چی میگن از گناه دور شدن، از من کرده خداوند خدا دوری جستن، عمل کرده خداوند نزدیک شدن. با همین چیزها ما مرگ تیار میبینیم. دنیا رو باید که ما دوست نداریم. میگه که دارید قرآن گیر حق قدر از دنیا و قیامت رو فراموش نکن. خب با همسایه مسواکی بدی باید نکنیم. میهمان رو میگه که در حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و کسی که ایمان به خداوند و ایمان به خداوند و روز قیامت دارد میهمانش رو مسواکی احترام میکند، میهمانداری میکند. همسایه رو گفتم من بعد درباره احترام پدر و مادر خیلی بسیار میگویم، شما میدانین. بعد درباره کودک رو تربیت کردن، کودک رو تربیت خوب دین هیچگاه چی نکنین، تشنام ندین. بسیار مادرایی هستن که بعد شوهرشون جنگ کنن با لعنت میگن. کلمه لعنت نمیگن که کلمه لعنت فقط به شیطان تعلق داره که شیطان رو خداوند از درگاهش رانده شده است. این کودک باید ما نگیم کلمه لعنت. برای همین ما مرگ نمیچشیم. از مرگ راهی گریز نیست. برای این پیش مرگ باید که تیار باشیم. با دم میگوین هست. این ندارم از شما.